سلام، چطورین؟ خوش اومدین به یه برنامه دیگه. این برنامه از اون برنامه سمیه بچه ها، اصلا نگم واسهتون چون یه سری چیزای سمی پیدا کردم و خودم بعضیش خیلی سمن. برگردیم به سن 16 تا 18 سالگی من، حتی کمتر، دورانی که من کیپاپر بودم و خیلی دنبال میکردم موزیک ویدیوهای کره‌ای، سریالاش و اینا. بیشترین سریالی که خیلی دلم یعنی دوستش داشتم و اینا پسرانه برتر از گل بود که فکر کنم همتون میدونید. این سریال پسرانه برتر از گل بود که قبل از اینکه واسهتون بگم حتما چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو بزنید. اصلا هیچی نمونده که یعنی فکر کنم 500 نفر 400 نفر زود باشین که هیچی نمونده. خیلی دوستتون دارم، عاشقتونم. آره این سریال پسرانه برتر از گل بود. همه کیم هیون جونگ رو دوست داشتن، همونی که موهاش مثلا لخت بود، یا مثلا لی مین هو رو دوست داشتن، نقش اصلیه. من اونی که کوزه درست می‌کرد و اینا کیم سان بوم رو دوست داشتم. یه مدت خیلی طولانی کیم سان بوم کراشم بود. بعد موو کردم رو کیم هیون جونگ، همون که موهاش خیلی لخت و اینا بود. این سری ویدیوها اولین گروهی که من خیلی دوست داشتم توینکل، آهنگ گرلز جنریشن. واسه اون موقع ها که مثلا تو سنین من و اینا هر کیپاپر بود اینا رو میشناسه، گرلز جنریشن که 9 تا دختر بودن و من عاشقشون بودم. اون موقع اسم تک تکشون رو الان یادم نمیاد، فقط یادم یکی بود هیونا که قدش بلند بود و مثلا لاغر ماغرتر از همشون بود و اینا. من همشون رو دوست داشتم واقعا. من یه حس خاصی اون هیونا داشتم که گرلز جنریشن من خیلی دوستشون داشتم. موزیک داشتم میشنیدم، الانم موزیک داشتم میدیدم و موزیکاشون رو گوش میدادم و اداشون هم در می آوردم. این ویدیوی توینکلشون خیلی باحال بود. رولز رویزه کفشو نگاه. آره دیگه الان نوبتی پیاده میشن و مثلا اینم خیلی دوستش داشتم، اینجوری دست تکون بده. همشون دوست داشتم واقعا، اینو فقط دوست نداشتم. این ستاییشونن فقط، این ستان کل 9 تا با هم نیستن. چه اشوه‌ای هم میان. یادم رفته چوهه یعنی خوشم میاد ازت، سرنگه یعنی عاشقتم. آره کامسامنیدا یعنی مرسی، چوسومنیدا یعنی ببخشی، آجوشی اینم یعنی آقا. اوپا یعنی برادر بزرگ، مثلا دختره که مثلا پسرای بزرگتر از خودش کلا میگن اوپا. یه چند چیزی یادمه ولی بچه‌ها واقعا 24 سالم اون موقع. من 12 سالگی تا 18 سالگی یعنی آخرین باری که من یه چیز از کیپاپ اون موقع خیلی دنبال می‌کردم، میتونم بهتون بگم مثلا 17 سالم بود، حتی 18 هم نبود، یعنی برمیگرده واسه مثلا 8 سال پیش. بریم بعدی. اینم فکر کنم گرل جنریشن. آره وای من عاشقشون بودم. این 9 تاییشونه. آره این هیونا عینکیه که لباس زرپوشته هیوناست. من سرنگه اینجوریه. بس نگاه کن به خودمونه، یادم اومد. یاد بچگی هم به خدا. بریم بعدی. اون هیونایی که من خیلی دوست داشتم این اوپا گانگنام استایل بود. اونو چیز کرده بود با این یاروه. سلام این جوگین یوجا تو بیهم جری یورو انو بوگوری این یوجا ناری آمیا شینزرین کو براتین یوجا کیریم جو این یوجا نارم سارو هر دارو اونم سارو هر سارو هر. میگفتم چیزایی که یادم یه لحظه پاشم اجرا کنم. هیونا با اون پسره ترابل میکر. وای این خیلی قشنگه. بذارم جلو. اینجاش نگاه چقدر جذاب میرفت اینجا. خدا اینو خیلی دوست داشتم بازم. این گروه هم خیلی دوست داشتم، گروه میس ای. میذارم جلو.
اینم خیلی دوست داشتم. SS501 رو خیلی دنبال موزیک ویدیوش رو دانلود بودم ولی پیدا نکردم، ولی SS501 هم من خیلی دوست داشتم، خیلی زیاد. میریم الان این ویدیوی 2PM رو ببینیم. مثلا چند تا پسر خیلی پولدارن و اینا میرن کلاب پارتی میکنن. اینا هم خیلی باحال بودن. این آیو خیلی معصومه. نه قیافه‌شو خیلی کیوته این آیو. آخریه میرسیم به اسمش یادم رفته، نداش نیون نمیدونم چی که من عاشق هیکل این دختره بودم اون موقع. من موقعی کم توپل موپل بودم. نه توپل نبودم. یعنی خب مثل اینا مثلا خوش هیکل اینا نبودم میگه. نگاه خیلی هم خوشگل بود به نظرم اون موقعی مورد علاقه‌ام. البته اونا رو بیشتر دوست داشتم. و فیلم پلیفول کیس رو دیدین؟ اون رو من خیلی دوست داشتم. من شاید حتی بشینم یه دور دیگه پسرانو براتر از گل و پلیفول کیس رو ببینم چون خیلی دوست داشتم اون موقع. میریم برسیم به ویدئوی سمی خودم. فوق‌العاده سمی خودم. بچه‌ها اولین ویدیو آهنگ سیستار. مثلا از صبح دو تا دختر دوست بیدار میشن میرن نمیدونم میگردن و این حرفا. اون موقع من با یکی از دوستام خیلی از مسخره بازی در مورد 17 سالم بود، ترم اول دانشگاه بودم. من زود رفتم دانشگاه چون هم هنرستان بودم هم که 6 ماه اولم کلا از هم کلاسیام کوچیک‌ترم. من با 76 یا 75 رفتم دانشگاه، خودم 77. اینجا مثلا صبح بیدار میشیم اتاقمه ایران، اینم خونمونه ایران. مثلا صبحونه درست کردیم انگار مثل کاپلیم، به هم غذا هم میریم، لاک میزنیم، حاضر میشیم که بریم دانشگاه. میریم دانشگاه که از دوستای دیگه هم میبینیم و میریم به ویدیو بعدی. آها این پارکینگ اون خونمونه که ایران بودیم. میریم مثلا همگه خرید، ادیتاشو خودم میزدم مثلا خیلی هم خوشحال بودم که تونستم پا رو 3 تا کنم. اصلا دورانی داشتیم دیگه دورانی داشتیم دیگه. اینجا مثلا داشتیم پینگ پونگ بازی میکردیم. نگاه آخرین ضربه من تمومش کرد. این هم یکی از دوستای دیگه همه به اونم خیلی میرقصیدیم. چقدر به نظرم مسخره میرقصیدیم اون موقع. الان بهتون نشون میدم. بیشتر جون میداشتیم. چجوری؟ مثل که ریدم قبلا بدم. یکی اینجوریه میرفتیم. آره دیگه همین اینجوری. یکم میتونستیم بهتر باشیم. مثلا صورتم اون موقع خیلی یوکس به نظر میرسید. بلد نبودیم دیگه. اوکی بریم بعدی. اینم همون دوست قبلیمه که همون ویدئوی You Don't Know Me. چیکارا؟ فقط شلوار زرد و دامن بنفش من، شلوار زرد اون و دامن بنفش من. این رو پاگانگر استایل با یک از دوستای دیگه. اینجا 15 سالم بود، دوران دبیرستانه، اول دبیرستان. تباه واقعا واسه دوران تباهیمه. خب بچه‌ها امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. من کیپاپر تیر بودم یعنی خیلی وحشتناک کیپاپر بودم. فقط این که الان خیلی ویدیوهاشو نمیتونستم گیر بیارم و خیلی یادم نمیومد و خیلی تونستم کم چیز نیست پیدا کنم. ویدیوهای سمی خودم از این خیلی بیشتر و سمی‌تر وجود داشت ولی دیگه نمیخواستم دیگه خیلی دیگه سمی شدم. امیدوارم از برنامه خوشتون اومده باشه. حتما چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو بزنید. اینستاگرام میاد اینجا. خیلی دوستتون دارم، عاشقتونم. تا برنامه بعدی خداحافظ.